میدونستید که الان فقط 150 ساله که هندیا زیر ساریشون بلوز میپوشن؟ موقعی اتفاق افتاد که بریتانیایی ها هند رو استعمار خودشون کردن. قبلا خانم های هندی یه تاپی مثل این میپوشیدن و حتی تو جنوب هند مثل کرلا اصلا زیر ساری هیچی نمیپوشیدن. بریتانیایی ها وقتی خانم های هندی رو این شکلی دیدن گفتن که بر اساس دین ما لخت گشتن و لباس مبتذل پوشیدن گناهه. بعد بریتانیایی ها از ورود خانم های رده بالای هندی به پارتی ها و مراسمشون منع کردن. خانم های هندی هم که واقعا نمیدونستن چه چیزی زیر ساریشون بپوشن، اومدن از خانم های رده بالای بریتانیایی تقلید کردن و بلوز هایی که اونا تو اون زمان یعنی قرن 19 میپوشیدن رو به عنوان بلوز زیر ساری پوشیدن. و از اون به بعد پوشیدن بلوز زیر ساری یکی از فرهنگ‌های هندی شد. اگه این پست جالب بود برای یه نفر بفرست.